در فکر پدر. پدرم باز داره میره. بازم داری میره. خیلی دلم میخواد بدونم اون هر شب کجا میره، اونم نصف شبا. برام همینطور. چطوره بریم دنبالش؟ بازم گمش کردی. دلم میخواد بدونم توی کیفش چیه. آره حتما موقع برگشتن چیزی میذاره توش. چطوره سر راه برگشتنش کشیک بدیم؟ فکر خوبیه. کیفش به نظر خیلی سنگی می اومده. دلم میخواد بدونم چی توشه. بریم یه سر گوش آب بدیم. خسته شدم، خیلی خسته شدم. سلام پدر. سلام پسرم، حالت خوبه؟ چی شده پسرم؟ شما دیشب کجا رفته بودی؟ کی؟ من دیشب کجا رفته بودم؟ درباره چی حرف میزنی پسرم؟ برای چی میخوای بدونی؟ اشکالی داره. نه پسرم نه، معلومه که اشکالی نداره. به جای این حرفا یه دقیقه صبر کن، من الان صبحونت حاضر میکنم. میدونم که خیلی گرسنته. حتما یه چیز خیلی خوبی تو اون کیفشه، چون اونو زیر زمین قایم کرد. شک ندارم که چیز خوبی تو کیفش گذاشته. روبار راست میگه، برام همین فکر رو میکنم. این کار منه، باید برم دنبالش تا همه چیزو بفهمم. راستی گفتی پدرت شبا میره بیرون؟ شاید پدرت نخواد که تو بدونی کجا میره. ممکنه حق با تو باشه، ولی من خیلی دلم میخواد بدونم که شبا اون کجا میره. برای من خیلی عجیبه. پسر شجاع تو تا به حال تو اون کیفو نگاه کردی؟ راستش رو بخوای نه، چون اون رو چرا زمین قایم کرده. به علاوه من نمیتونم بدون اجازه پدرم اون کیفو باز کنم. حق با توه، ولی مگه راه دیگه ای هم داری؟ اون واقعا منو به فکر انداخته. باید هر طور شده از این کارش سر در بیارم. منم دلم میخواد سر در بیاره. منم همینطور. یعنی اون شبا چه کاری ممکنه بکنه؟ نکنه میره میوه ها رو میچینه. فهمیدم جونی تو. حتما داره تمام انگورای وحشی رو برای خودش میچینه. انگورای وحشی؟ یعنی انگورای مورد علاقه من؟ نه فکر نمی کنم انگور بچینه، چون من هیچ وقت نشیدم پدر پسر شجاع علاقه به اون انگورا داشته باشه. صبر کنیم ببینم. راهی که اون میره به تپه براق منتهی میشه، درسته؟ تپه براق؟ شاید شماها ندونین، اما خیلی وقت پیشا اون تپه پر از طلا بوده. طلا؟ منظورت همون طلاییه که براقه؟ بله کاملا درسته. من اینو از گرگ پیر شنیدم. از پدر پسر شجاع میره اونجا طلا بیاره. اینطور فکر میکنم. این به نظر عاقلانه میاد. شاید اون باقی مونده طلاها رو پیدا کرده باشه. دلیل اینم که نصف شب میره همینی. پس به این ترتیب اون میره با خودش طلا میاره. اگه درست فهمیده باشم اون طلاها مال همه کساییه که توی جنگل زندگی میکنن. این قضیه به این سادگی تموم نمیشه. گوش کنیم چی میگه. ما سراپا گوشیم. بگو. حتما باشیم. حتی خودمون رو خب قول میدی؟ البته. پس امشب میبینم. خداحافظ.
یواش آهسته اونجا رو بچه ها داد نزن، بهتره هرچی میگم گوش کنیم. ما دوستای توییم. چی دوسته؟ بله معلومه که ما دوست شماییم. مطمئنم که تو هم میخوای بدونی که پدر چبا کجا میره. آره. من میدونم. بگو. من میدونم پدرت این موقع شب کجا میره. میره به تپه براق. اون میخواد طلاهای تپه براق برای خودش برداره. چی؟ گفتی برای خودش برداره؟ بله. این حرفا رو نزن شیپوتی، پدر من این کار رو نمیکنه. چی؟ ای وای پسرم هم که اینجاست. پدر وایسا وایسا خیلی نزدیک شده بودیم. چیزی نمونده بود همه چیز رو بفهمیم، اما به خاطر فریادی که خرس مهربون زد اون فرار کرد. نه به خاطر فریاد خرس مهربون نبود. خب اگه اینطوره که تو گفتی پس چرا قبلا هیچ وقت فرار نمی‌کرد؟ بله کسی قبلی راست میگه. در هر صورت اگه این موضوع درست باشه من اونو از جنگل میندازم بیرون. من نمیتونم باور کنم. من خیلی نگرانم دکتر. تو حق داری نگران باشی پسر. دکتر حالا شما به پسر شجاع کمک میکنی؟ راستش نمیدونم راهش چیه، اما بهت قول میدم که حتما پدرتو برم ببینم. اونجا چه خبره؟ اونا به چی خیره شدن؟ پسر شجاع اونجا نوشته پدر تو با یک کیف بزرگ دیدن که خیلی یواش میرفته تو خونش. حالا میفهمم که پسر شجاع من به پدر تو اطمینان دارم. بذار تا آخرش بخونم ببینم دیگه چیه. اوه خدای من، نوشته پدر پسر شجاع خلاف کرده چون داره سعی میکنه طلاهای تپه براق و برای خودش برداره، ولی ما نمیتونیم چنین اجازه‌ای به اون بدیم. باید اونو از این جنگل بندازیمش بیرون. این کارو اون شیپوچی بچه خدمتش میرسم شیپوچی. یادو داری بیا بریم پسرم. راستش من نمیدونستم که اونا تا این حد زود باورن. حالا طلاها چی میشه؟ تو مثل همیشه بیفکری کسی قبلی. بله درسته. منظورت چیه؟ تو بدون اینکه یه خورده فکرتو به کار بندازی میگی طلاها چی میشه؟ من نه تنها طلا رو ازش میگیرم بلکه پسر شجاع و پدرش هم از اینجا فراری میکنن. آفرین شیپوچی، چه فکر خوبی کرده. یادو داره بگی. ولی من میخوام یه چیزی ازت بپرسم شیپوچی، تو تصمیم داری با اون طلاها چی کار کنی؟ خب معلومه با اونا یه خونه طلایی میسازم و بعدش هم همه جنگل مال من میشه. نه دیگه بهتر از این نمیشه. به زودی این جنگل فقط مال من خواهد شد. سلام دکتر جان، بفرمایید چه عجب از این طرفا؟ مادر شما اینجایی؟ من تا اون نوشته رو دیدم اومدم اینجا چون خیلی ناراحت شدم. اتفاقا منم میخواستم راجع به همون نوشته ها با شما صحبت کنم. من باید از همتون معذرت بخوام. اگه راستش بخواین خودم هم خیلی تعجب کردم چون هیچ وقت فکر نمی‌کردم کارای من تا این اندازه باعث دردسر شماها بشه. ما هم تعجب کردیم، خیلی برای شما ناراحتیم. اگه بدونید این موضوع چقدر پسرتون رو ناراحت و عصبانی کرده. خیلی ازت معذرت میخوام پسرم، تو حتما منو میبخشی. بله اما به یه شرط پدر، به شرطی که همین الان جلوی همه بگین چرا هر شب بلند میشدین و آروم از خونه میرفتین بیرون. لطفاً تو و کسانی که اینجا هستین گوش بدین و حرفامو باور کنین. من هیچ وقت در تمام دوران زندگیم کار خلافی نکردم. پس آخه چرا؟ من مطمئنم احتیاجی نداره بگی، چون طلاهای تپه براق خیلی وقته که تموم شده و حالا دیگه طلایی اونجا وجود نداره که تو بری و اونا رو بیاری. و این داستان مسخره ساخته و پرداخته شیپورچی و اون دوتا دوستشه. پس لطفا بهمون بگین اونجا چیکار میکردین پدر؟ میگم، ولی به شرطی که صبر کنین من امشبم برم بیرون و برگردم، بعد براتون تعریف میکنم. باشه؟
باشه ولی میشه منم با شما بیام؟ اگه منم ببرین خوشحال میشم. معلومه که نمیشه بردت. از همتون متشکرم که به حرفام گوش کردین. همینطورم از پسر عزیزم. این خورده های چوبی که تراشیده شده. حالا فهمیدم موضوع چیه. شما چی گفتین دکتر؟ هیچی، داشتم راجع به چوب دستی حرف میزدم. همین امشب فهمیدی؟ باشه ما نقشمون عملی میکنیم. خوب کاری بکنید. خب دیگه ما رفتیم. خیلی باید مواظب باشیم. نمیخواد نگران من بشین. خداحافظ. منتظر میمونم بیاد همه چیزو تعریف کنه. منم همینطور. اصلا شاید امشب تا صبح خوابم این کار نبره. برای سلامتیت ضرر داره. بهتره همه یه کمی بخوابیم تا اون برگرده. ها چی شده؟ پسری شجاعم رفته؟ شاید رفته دنبال پدرش. خدا کنه اینطور باشه. من هر طور شده اونا رو از اینجا فراری میدم. چهار 5 6 7 8 9 پیداش کردم. عجب برقی میزنه. خودشه. اوه وای چی؟ کمک تویی؟ نخی مایی. آها گرفتمش. محکم ببرید. بلم کنید. شاکی؟ بالاخره مچتو گرفتیم. تو داشتی از اینجا طلا در می آوردی، درسته؟ نه خیلی درست نیست. چی داری میگی؟ ما خودمون برقشو دیدیم. یه دقیقه صبر کن تا بگم. یکی ببینم. بگی جومم. محکم ببرید. پسرم. حقتونه، تو هم مثل پدرتی. دیگه موقعشی که اونا بیان خونه. آره درسته. من دیگه نمیتونم صبر کنم. دلم میخواد زودتر همه چیزو بشنوم. من میرم تو آشپزخونه یه چیزی درست کنم تا وقتی اونا میان بخورن. حتما خوشحال فکر میشن. خیلی خوبیه. من به جای اونا از شما تشکر میکنم. پسر شجاع و پدرش گیر افتادن. چی؟ از این طرف بیاین، عجله کنین. خانم ها و آقایان، بالاخره همه چیز برای ما روشن شد. پدر پسر شجاع در حالی که داشت طلا از زیر زمین برمی داشت دستگیر شد. کاملا درسته. خانم ها و آقایان، اینم اون طلایی که میگم. اون که ریشه درخته. ولی اگه بدونین دیشب چه برقی میزن. بله اون ریشه فقط در زیر نور ماه برق میزنه. پس شما اشتباه کردی. این ریشه یه درختیه که ما بهش میگیم بلوط براق. شما ما رو فریب دادین. نفهمیدم من فریب دادم؟ نه خیر، این شما بودین که با داستانهای ساختگیتون همه رو ناراحت کردین. ولی ما فقط میخواستیم. کار تبو شد چه بود شد. دیدی بالاخره نقشمو نگره. ما نباید به اون تهمت میزدیم. دهنتو ببند و ساکت باش. فرار کنی. باشی ببینم. شما به تجارتون میدم چون مجدید. این رو باره بچه. باشی چرا بگم چون مجدید. اگه بگیرمتون میتونم باتون چی کار بکنم. پسرم بذار برم پسرم، ناراحت نشو. از این که باعث دردسر و ناراحتی همه شما اهالی خوب این جنگل شدم خیلی معذرت میخوام. ولی حتی اگه تو اون تپه طلا هم وجود داشت من این ریشه رو ترجیح میدادم.
چون میخواستم با این چوب برای پسرم یه اسباب بازی خیلی قشنگ درست کنم. اسباب بازی؟ من پدر خوبی دارم، به خاطر من این همه خودش رو تو دردسر انداخت. من برای درست کردن این اسباب بازی به بیشتر از 3 تا از این ریشه ها احتیاج دارم. ما رو ببخشید، خیلی ازتون معذرت میخوایم. بله خواهش میکنم، ما رو ببخشید. خیلی خوشحالم که همه چیزو فهمیدین. حالا که چوب کافی به دست آوردم هر چه زودتر کارمو شروع میکنم. حالا فهمیدم. دیروز وقتی شما این باقیمون دعای چوبو دیدیم بلافاصله حد زدین که پدرم چی میخواد درست کنه. بله کاملا ببینم درسته. دکتر، به خاطر همین خیالتون راحت بود؟ نمیشد باور کرد که ساختن یه سوتک شما رو تو درد سر بندازه. راستش دوست داشتم برای پسر شجاع غیر منتظره بشه. برای همینم تصمیم گرفتم که شبا دنبال چوب برم تا کسی متوجه نشه من کجا میرم و چی کار میکنم. که اینطور ببینم پدر، پس چرا شما همون موقع حقیقت رو به من نگفتی؟ آخه فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه. پدر شما دیشب کجا رفته بودین؟ درباره چی حرف میزنی پسرم؟ اوه معذرت میخوام، فکر کردم میتونم ظرف چند ساعت ریشه های مورد احتیاجم رو جمع آوری کنم. میخواستم با درست کردن اون سوتک تو رو خوشحال کنم پسرم. اون شب جلوی همه چرا نگفتی؟ میگم، ولی به شرطی صبر کنیم من امشبم برم بیرون و برگردم بعد براتون تعریف میکنم. حدست کاملا درست بوده، چون اگه چیزی درباره سوتک میگفتی کسی باور نمیکرد و همه پیش خودشون فکر میکردن حتما طلا وجود داره و تو میخوای اونا رو گول بزنی. من اگه طلا پیدا میکردم مال همه کسانی بود که تو این جنگل زندگی میکنن. بالاخره نقشه من گیرشون انداخت. اما به هر حال انتظار چنین اتفاقی رو نداشتم. در هر صورت از اینکه باعث دردسرتون شدم از همتون معذرت میخوام. اشکالی نداره پدر. وای چقدر قشنگ، خیلی عالیه. آره میبینیم پسرم، از یه ریشه معمولی درخت میشه چیزای خیلی قشنگی درست کرد. فقط باید طریقه درست کردن اونا رو خوب یاد بگیری. تو دنیا پر از چیزهای خوبه، ما باید اونها رو خوب بشناسیم تا بتونیم به وسیله اونها احتیاجاتمون رو برآورده کنیم. بله بچه آقای دکتر راست میگه، ما باید سعی کنیم محیط زندگیمون رو خوب بشناسیم تا بتونیم زندگی کاملا راحتی داشته باشیم. به هر حال ما خوشحالیم از اینکه این جریان به خوبی تمام شد. منم همینطور پدر.